سلام علیکم عزیز، سلامت خانم باشم باشه. میگه با خدا داد بس نگو خدا داده است. در این عید قربان برای ما 3 تا اویله تاجیک برای ما گوشت آوردن. زیاده از چند وقت قریب نیم سال بود که ما گوشت ندیدیم. دیگه گوشت ما طعام می‌خوردیم. پیغمبر مثلا در حیاتشون میگفتن چند هفته‌اش قتی دیگهشون بود الله نمی‌دونه. ما 6 ماه زیاد بود که ما گوشت قریب نیم سال زیاد گوشت ندیدیم. این عید قربان ما گوشت آوردن. دو تاش گوشت آورد تاجیکا. یعنی یک تا اویله ازبک گوشت آوردن ماده دادن ازبکو با یک اویله تاجیک گوشت آورد داد. دو تا تاجیک یک تا ازبک، یک تا تاجیک ازبک گوشت آورد داد یا 3-4 کیلو با یک تا تاجیک گوشت آورد بود چند کیلو دیگه 3 کیلو دیگه. ابا تاجیک دیگه گفت که معلم شما می تلفن کردم گفتم انا چیز شما با من باید گوشت بیارم. گفتم شما کی باشه؟ من امید جان. بعد گفتم که بخشید امید جان یک خواهش از شما میتونید ماده کانتر پیاز کارتوشکه بیاره سومتونه در شما گفتم نمیکنم перевод میکنم. بعد آوردن یک پاکتی کلان دا میدونین چی کارتوشکای پیاز در پاکت جدا جدا سبزی نان روغن طعام پزی. بعد گفتم چند سو میشه؟ ای گفت از برای خداوند دیدن صدقه چی میکنم تاج بر سرم پاکتی کلان دا آورده میگیم که طعام یک چند چی میگن پرودوکت‌های قریب 2 هفته یک ماه ما رو آورد. ای کارتوشکای پیاز و سبزی و چی میگن نان دو تا نانوایی با روغنی 2 لیتر آورده است. دلکشادی بنده رو دیدیم مثلا گوشت خودشون آوردن که خیلی بیاریم گفتم شما میگم که اگر گفتم مش قدی باشه میبخشید یک خواهش کنم اجرا میکنم گفتم مایلش معلمم ما در خدمت شما دیدید اینا آدمای با سواد قدی میگن با خیلی زرد درگاه میرسن اینا ما چه در وقت این خو در یک سال یک بارم باشه اینا ما رو سراغ میکنن میارن میتونن از برای خدا اینا ما گوشت پیدا کردیم و گوشت رو ما میده کردم دینا یک قسم شه وای میکنم بیرون میکنم از مادر رحمتی میگیرم قیله میگم کو بیرون میکنم در بانک کو میگیرم بعد استوستا طعام داد اندوخته وای میکنیم استیم وای میکنیم تناول میکنیم میخوریم ان شاء الله. انا میگم همتون عزیز در عید قربان حتی شما در چی میگن در ویدیوی من ننویسین یگون کسان که عید قربان مبارک همتون یک کس فقط نویس یک تا برادر بیلو است خواهر است مینویسه همون کس نویسه عید قربان عیدتون مبارک شه با یک تا کس دیگه با ورس نیستن یک هیچ کس دیگه ننویس مرا تبریک نکردین در عید قربان. در عید رمضان هم ویدیو کردم هیچ کسی شما مرا تبریک نکردین چی شما میخواین بشین عید مسلمان قربان رمضان شما به نظر نمیگیرین مرا در عید شما به نظر نمیگیرین قطع نکنم که دیگه گپ ما یادم شما ده. لیکن اینجا ببینید من شما میگم من خداوند دارم هیچ گوشه نمیمونم گیش نتشن نمیمونم میگم شما فقط این سو بارم که گشنه نمیمونه تشنه بود کوچه نمیمونه ما اینا یاده از 6 ماه پس ببینیم مرا ببینید در تگ درخت میخوره بخشش در چنگ درخت بخشش جد من ببینم که زیاده از 6 ماه پس باز گوش نداشتیم برای ما گوش پیدا شد رحمت الله داریم. من به شما میگم خداوند در قرآن است که کسی از خداوند میشد میترسه تقوا به الله تعالی دارد هیچ نمیمونه خداوند او را یک جای ریسک میده که خودش انتظار نیست. من انتظار ندارم در عید قربان اینا برای گوش میبرن. حتی من اینا نپرسیدم که شما از کجا رقم رو گرفتید میگه که انگور خوردی باقاش نپرس نخواست گفتم گوش نرسید شما کی رقم رو داد شما با ما تلفن کرده با من گوشت آوری برای موضوع آورده میگه انگور خوردی باقاش نپرس همین فکر رحمت خداوند است. بله انا میگم همتون عزیز ندارم این یک چیز دیگه گفتم این از آن است که انسان وقتی که تاجیکی رئیس اسم میکنه تاجیکانیش رو مسلمانی در مسلمانی صدقه خیر در عید قربان رمضان هست. برو در رمضان آورده بودن این چنین اوزقه آورده بودن یکی در عید قربان هم گوشت هم اوزقه آوردن قربانی دیگه آوردن. بله میگم ندارمش